سلام، صبح شما بخیر. خیلی خوش اومدید به کانال. امروز روز 7 صفر، یک شنبه است و ما در منطقه دشت سوسن هستیم. دیشب رسیدیم به این منطقه. ما دیشب خیلی دیر وقت رسیدیم و زمانی که رسیدیم به محدوده نزدیک این آبادی که اینجا هست دیدیم یه ماشینی اومد به ما گفتش که اگه میخواید بیاید، من یه جایی رو بلدم و یه اقامتگاهه. و ما اومدیم و تو این اقامتگاه، البته ما اتاق نگرفتیم و چادر زدیم، ولی خب خیلی فضای جالب و قشنگی داره و ما دیشب رو اینجا بودیم. دیشب تا دیر وقت بانداشون داشت آهنگ میزد. حالا الانم ساعت 7 صبح شروع کرده به خوندن و مثل این مارشای نظامی که از خواب بیدار میکنن افرادو دیگه. توفیق اجباری شد دیگه، ما هم صبح زود پا شدیم. امروز میخوایم بریم سمت ایزه اگه اشتباه نکنم. مهدی دیروز اسم یه جایی رو گفت، دقیقا خاطرم نمونده. داریم حرکت میکنیم بریم به سمت ایزه. خیلی به فضای قشنگ و دلچسبی داره. اینجا هم که یه گروه کمپ کردن، چادراشون از اینجا مشخصه و توی اقامتگاهی که دیشب بودیم جا مفید که حالا احتمالاً امروز بارندگی باشه با این وضعیت هوا، ولی امیدوارم که بارون نگیرتمون. خب تقریبا یه نیم ساعتی زیر بارون راید داشتیم و رسیدیم به ایزه. خیلی بارون شدید شد. ما هم توی یه پارکی یه جای مناسب پیدا کردیم که حالا خوشبختانه سقف داره و بچه ها رفتن ساندویچ بخورن. منم اینجا میرزا قاسمی درست کردم واسه خودم، واسه نهار بخوریم. ببخشید نون اونجا بد حالت افتاده. خیلی گشنم. ساعت 3:30 و ما از صبح ساعت 8 که یه قهوه خوردم، تنها هیچی نخوردم. اینجا ایزه است و ما تصمیم گرفته بودیم که واسه عید بیایم جلو که هوا گرم باشه و بتونیم با موتور مسافرت کنیم. و الان در حال خاطر نمیدونم این طوفان موسمیه، طوفان چیه، ولی خب خیلی باد شدید و بارون شدید و ما هم اینجا چادر زدیم. خوبه که این چادرها رو داریم، چون اصلا یه سری از چادرها رو باد داشت میبرد. خیلی شرایط خاص و جالبی داریم. همچنان داره بارون میاد. یه آقایی لطف کردن اومدن گفتن که اگه جاتون بده بیایید، من یه خونه دارم در اختیارتون قرار میدم، ولی اینکه بخوایم زیر بارون جمع بکنیم بریم خیلی سخته. واسه همین گفتیم نه خب حالا فعلا اینجا برقراریم هستیم و شماره‌اش رو بهمون داد که اگه لازم شد تماس بگیرید. مردم خوزستان فوق العاده. ما هم که اینجا نشستیم داریم کلا قرمزی نگاه میکنیم. به خاطر این بحث بارندگی اصلا موبایلمون اینترنتش آنتن نمیده. خیلی جالبه، آنتن نداریم که بخوایم آنلاین نگاه کنیم. این برام غذا درست کردیم و مشغول آشپزی بودیم. حالا نهارمون رو بخوریم. بارون هم که خیلی خفن داره میباره. من باز زیر آلاچیقم، ولی مهدی اینا زیر اون درخت چادر زدن. البته چادرشون به شدت ضد آبه. اونم همسایه هامونن اونجا. و الان از مهدی پرسیدم خیس نیست، خیس نشدن خوشبختانه، جاشون اوکیه. ولی خب حالا هستیم دیگه. امشب هم امروز و امشب بارون داریم، ولی فردا هوا صاف میشه. غذامون از بشه غذا بخوریم، خیلی گشنمه.
بعد از کلی بارون باریدن اونجا یه رنگین کمون شکل گرفته و هوا دیگه فکر میکنم از اون فشار بارونی که شدیدی که داشت خارج شده. اینا هم دارن دوش میگیرن واسه خودشون. یه آقایی با خانومش از صبح 2 بار فکر میکنم اومدن به ما گفتن که تو این بارون اذیت میشید، بیاید بریم ما یه خونه ای داریم در اختیارتون قرار میدیم شب اونجا بمونید. مثلا چون اون لحظه داشت بارون میبارید ما خیلی برامون سخت بود اگه می‌خواستیم زیر بارون جمع بکنیم دیگه. به خاطر همین الان که بارون بنده اومده دوباره بنده خدا اومد گفتش که بیاین وسایلاتون رو جمع بکنیم که بریم اونجا. ما هم وسایلا رو جمع جور کردیم تا یه فکر می‌کنم چند دقیقه دیگه وسایلا رو بار بزنیم بریم اونور. خب این آقا لطف کردن میخوایم بریم منزل ایشون، دنبال ایشون داریم میریم تا برسیم به خونه‌شون. سلام، صبح شما بخیر. از خونه آقای اسکندری امروز صبح میخوایم حرکت کنیم به سمت تالابی که نزدیکمون هست. دیگه خوشبختانه خدا بخواد دیگه هوا صافه، این بارندگی ها تموم شد و میریم به سمت تالاب. خب چیزی که جالبه اینه که تو منطقه خوزستان گویا از این نمادهای شیرهای سنگی روی مقبره گذشتگان و درگذشتگان زیاد به چشم میخوره. الان اینجا ما سمت تالاب هستیم، اونجا تالابه و اینجا یه قبرستونه و اینجا هم دوباره از اون شیرهای سنگی روی قبرها هست. اما از این سنگنگاری که بگذاریم، این قبرستان شیرهای سنگی از زمان صفویه بختیاری ها بر قبر زنان و مردان سلحشور، مؤمن، جنگاور، بزرگان، هم روی قبر زنان و هم روی قبر مردان نمادی از شیر اینانی که توی این دشتای خوزستان زیاد بود. اون شیری که مثلا تخت جمشید نماد شیر ایرانی تو بیشه و بیشه‌زارها و تالاب‌های خوزستان فراوان بوده. تا تقریبا 75 سال پیش فکر کنم تو دشت خوزستان، تو حتی تو فکر کنم سوسن هم بوده که دیگه نسل منقرض شدن. و این نماد شیر در صورت در زمان صفویه دیگه این کار انجام دادن. این مجموعه از انواع و اقسام شیرهای سنگی هست. بر روی این سنگ حالا اسم متوفا هست و اینکه مثلا اگه جنگجو و دلاور شکارچی بود عکس تفنگ می‌کشید، اگه جنگجو بود شمشیر می‌کشیدن و زنان اگه مثلا اهل عبادت بودن مثلا سجاده و مور و اگه اهل تمیزی بودن یک شانه‌ای که نشان از تمیزی شانه زدن موها بوده و اگه هنرمند بودن که مثلا بافندگی می‌کردن نمادی از وسایل ابزارالات بافنده ها را، اینا که مجموعه از ویژگی‌های شاخص و بارز افراد بوده و روی قبرها حک می‌کردن و ماندگار می‌شده تا الان هم که هست. خب خوب ایشالا. خیلی بهتون زحمت ما اسکندری، لطف کردید، برادری کردی، قربون شما، مرسی از محبتت. تو مهدی هم بیا. رفتیم لب تالاب کنیم؟ والا از کنارش رد شدیم اومدیم اول اینجا رو نگاه کردیم. اونجا هم آره میریم نگاه میکنیم. من برم جلوی ازل. همه واسه شون جالبه با این موتور. میگم کلیک درسته؟ طرحشه، اصلی هم نیست. جدی طرح؟ والا کبیره.
تقریبا در فاصله 5 کیلومتری شهر ایزه یه منطقه هست به اسم یک روستاست البته به اسم کولفرح که اینجا هم آثار باستانی داره و اومدیم از نزدیک ببینیم اینا. این نقش برجسته ها حالا متاسفانه به خاطر اینکه جلوی فرسایش طبیعی بوده شاید خیلی ازشون آثاری به جا نمونده، ولی مربوط به 1100 سال قبل از میلاد مسیح اینا. اینجا نوشته شده شاه یا حاکم ناشناخته ایلامی در حال نیایش به درگاه خدایان ایلامی است که در مقابل او گاوهای کهاندار در حال قربانی شدن به وسیله کاهنان هستند. قدمت 1100 سال قبل از میلاد مسیح. بدون شک این جاده‌ای که الان داریم توش سواری می‌کنیم و این مناظری که دارم من می‌بینم زیباترین جاده‌ای بوده که من در کل ایران رفتم و دیدم. خیلی خیلی قشنگه، اصلا نمیشه این زیبایی رو وصف کرد. خیلی قشنگه. سلام. خوبی؟ سلام. میگم تکشف بزن. مسیرهای آفرودی هم میریم. ما از اون بالا اون پل رو رد کردیم، این فضای اون سمت رو چرخیدیم و اومدیم اینجا یه منطقه یه قسمتی از صده که یه مقداری بکره و اکثرا با ماشین آفرود، ماشین معمولی هم اومده ولی با ماشین آفرود اومدن و تور آوردن اینجا. پس تا مهدینان بیان